ذیل آیه لیلة المبید یا سحری با هم گفتگو میکردیم، عرض کردیم خیلی برای پیغمبر سخت بود. ما این رو در ماجرای حضرت ابراهیم با همه وجود حس میکنیم که به خاطر یک امتحان الهی ما اینو متوجه میشیم پدری از پسرش دل بکن. محبت معنویه. گاهی پیش میاد که یک نفر کسی رو از فرزند نسبی خودش بیشتر دوست داره چون به اون مرتبط‌تره، منسوب‌تره، نزدیک‌تره، همسنختره. اونم امیرالمومنین صلوات الله علیه که هم از کودکی با پیغمبر بود، هم جان 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 پیغمبر بود، هم قرة عین خدیجه بود، نور چشم پیغمبر بود. وقتی میخواست، خب پیغمبر اکرم میتونست مثل ماجرای حبشه فرار کنه، هجرت کنه، موند تو مدینه، همه رو فرستاد، خودش موند. 3 سال شیب ابی طالب رو در اوج سختی تحمل کرد، نرفت. اونجا برای اینکه بتونه بره فرمود علی جان تنها کسی که میتونه وایسه تو هستی، برای اینکه اگه تو رو ببینن مطمئن میشن من هستم، میدونن من تو رو تنها نمیگذارم. حالا سختی اینجاست که بالاتر از فضیلت برای امیرالمومنین، فضیلت برای پیغمبر اکرم، برای پیغمبر راحت‌تر بود خودش جون بده، خودش کشته بشه در راه خدا. این کاری نداره. برای مرد خدا، مجاهد راه خدا، این کاری نداره. اونم پیغمبری که امیرالمومنین صلوات الله علیه که در شجاعتش وقتی میگیم عالم مسلم و غیر مسلم و مسیحی و یهودی همه مبهوتن، میفرماد من در جنگ ها به پیغمبر اکرم تکیه میکردم. به به به. وگرنه پیغمبر که نیازی نداره بخواد نعوذ بالله خوفی داشته باشه. براش خیلی راحت تر بود که در راه خدا همونجا شهید بشه، مثل پیغمبرانی که در گذشته شهید شدن. ولی آزمایش الهی برای اون بود که ای پیغمبر علی را در جای خودت، در بستر خودت بخوابون، برای اینکه ببینم از علی دل میکنی و بعدم مسیر هجرت و مسیر ادامه بعثت رو میری. خیلی برای پیغمبر سنگین بود. امام هادی صلوات الله علیه به این که عرض کردم اشاره فرموده و تشبیه کرده به حضرت ابراهیم که تو هم از پسرت، از دار و ندارت، از نور چشمت، از علی مرتضی گذشتی. آخر آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، خداوند میفرماید والله رؤوف بالعباد. خدا رؤوف به بندگانه که اجازه داد همچه این آزمایش رخ بده. ای پیغمبر از علی بگذر، چون خدا رأفت و رحمتش بر بندگان اقتضا کرده که شما از خودگذشتگی بکنی.